ولی برو فکر کن چرا آلمان ها رفتن تحقیق کردن که یک شیر سالمو گذاشتن جلوی یک سگ ازش بخوره، یه مقدارش که خورده، بعد اون شیر رو بردن آزمایش کردن دیدن شیر فاسد شد، بعد همون شیر فاسد رو گذاشتن جلوی دهان یه گربه خورده، آزمایش کردن دیدن پاک شد. بابا این علم دیگه، مگه شما نمیگید از علم حرف بزنید؟ این علمه. پس حالا بفهمیم که چرا میگن گربه ها فرشتن و اجنه رو میبینن و تو خونه تو اگر باشن جن رو نابود میکنن. چرا گربه ها بچه های زیر 2 سال رو دائم دورشون میچرخن که نکنه این بچه ها جن زده بشن؟ چون زیر 2 سال بچه ها فرشتن، اونا هم فرشتن، این فرشته ها مراقب اون هستن، شب تا صبح هر جوری شده کنار این بچه ها میخوابن که اگر اجنه اومد تیکه پارش میکنن. و طوری خداوند عنایت کرده به این حیوان که هر حیوان دیگری نزدیک این بشه با یه حرکت سرعتی چشش کور میکنه. اون وقت میگین چرا حضرت امیر وقتی که غذا میخواسته بذاره جلوی یه گربه، اون گربه غذا رو میخورده، هر چیش میمونده حضرت امیر میخورده، کاری که ما میکنیم. اون وقت چرا اینقدر گربه رو آواره خیابون ها کردین؟ اون وقت چرا انگلیسی ها تو خیابون هاشون تو خونه هاشون پر گربه است؟ برای چی شما گربه نگه میدارید؟ هی به ما میگین گربه نگه ندار. 10 تا بیماری درست میکنن برای گربه که این گربه این مرض داره اون مرض داره. ما یک کلام راجع به سگ حرف نمیزنن. سگ تا زمانی که تو جایی مکانی باشی که سقف نداشته باشه اونجا هیچ مشکلی نداره.